به قدری اوضاع عجیب غریب شده که اگر فردا روزی دیدین یه خانوم از تو کیفش رژ لبشو در آورد گذاشت تو گوشش و باهاش تلفنی صحبت کرد، اصلا تعجب نکنید. ایرپاد انکر ACI وارد بازار شده با طراحی کاملا شبیه به رژ لب، سایز کوچولو، وزن باحال، گوشی‌های لوبیا شکل مخصوص خانوما. بریم جلو با هم آنباکسش رو ببینیم، توضیحات و بررسی و تستش هم براتون انجام بدم. بریم سراغ جعبه گشایی ساوندکور ACI هندزفری رژ لبی از برند انکر. یه هندزفری که روی جعبهش به ما گفته ادپتیو ANC رو داره، یعنی تو مکانهای شلوغ بسته به شلوغی مکان نویزهای اطراف یا صدای مزاحم براتون کم میکنه. قابلیت بیس آپ برای موزیک رو داره. IP54 ضد تعریق. هر گوش 7 ساعت و با کیس شارژ جمع 24 ساعت به ما شارژ میده. 4 میکروفون فعال با هوش مصنوعی دارن مکالماتون رو هندل میکنن که هر گوش 2 میکروفون میشه. مولتی پوینت کانکشن داره، به 2 تا موبایل یا 2 تا دستگاه کانکت میشه و طراحی شبیه به رژ لب. این از اطلاعات اونور جعبه. پشت جعبه هم همونا رو به صورت یه خورده مختصر توضیح داده. همچنان جعبه و بسته‌بندی این کالا پکیج اکو ساوندکوره، یعنی همون پکیجی که 0 تا 100 این پایین تا بالاش زیست تخریب پذیره. هم این کارتونه، هم این بیلبیلکه، هم حتی این پلاستیکا که روش نوشته I'm not plastic. یه جنسیه که زیست تخریب پذیره و جدیدن انکر خیلی داره به محیط زیست اهمیت میده و دمش هم گرم. بریم سراغ جعبه گشایی ببینیم داخل جعبه چیا قرار داره. یه پکیج رو میکشین بیرون که باز این مقوای زیست تخریب پذیره. روی کار دفترچه است که میدونم هیچ کدومتون نمیخونین و همتون ضرر میکنین. بخونید این دفترچه ها رو، خیلی اطلاعات مفیدی داخلشه. این از این. سریای سیلیکونی با سایزهای مختلف رو داریم که قطعا خانم‌ها و اکثریتشون از سایز اسمال استفاده میکنن. اینم که سایز لارج. سایز مدیوم هم که روی خود دستگاهه. یه کابل شارژ تایپ C فست شارژ داریم که این هندزفری رو توی 25 دقیقه الی 35 دقیقه برامون فول شارژ میکنه. اینم میذاریم کنار. میرسیم به بسته‌بندی خود هندزفری که باز یه کاغذ این دوره که اینم زیست تخریب پذیره. اینا رو دیگه من نمیگم، خودتون متوجه میشید. بکشیمش بیرون و با این هم دیگه کاری نداریم. رسیدیم به خود هندزفری، بریم ببینیم چه جوری و چه شکلیه. انکر ساوندکور ACI کاملا وزنش هم حتی اندازه یه رژ لبه. یه رژ لب بیارم بهتون نشون بدم، مقایسهش کنیم ببینیم چه جوریه جریان. این یه رژ لب هم سایز همن دقیقا، یعنی وزنی یا سایزی اضافتر از یک رژ لب توی کیف شما اشغال نمیکنه و خب خیلی این قضیه باحاله. حالا از لحاظ سطح مقطعی یه خورده بزرگتره، ولی از لحاظ وزنی و طولش و اینا کاملا اندازه یه رژ لبه. خود کار چیا داره؟ این تهش درگاه شارژ تایپ C فست شارژشه. این روی چراغ ایندیکیتوره. اینجا لوگوی ساوندکور رو داریم، دیگه هیچی نداریم. از نصف به بالا پلاستیک ماته، نصف به پایین پلاستیک براقه. اینجا لکه دست میگیره، اینجا خش میگیره. این یکی از معایب این هندزفری، چون خانم‌ها میخوان اینو توی کیفشون حمل کنن و تو اون کیف همینجور داره هم میخوره. در به صورت کشویی باز میشه و مگنتی. این پایین یه مگنت هست که نگاه کنید اینجوری جذبش میکنه. اما اگر یادتون بره در هندزفری رو ببندی همینجوری پرتش کنید تو کیفتون، با این وجود بازم گوشی ها از داخلش نمیافتن. مگنت فوق العاده قوی دارن. فرم گوشی ها به صورت لوبیایی شکل، دقیقاً لوبیاست. ببین از همه جهات لوبیاست. این ور لوبیا، این ور لوبیا. 2 تا شیار روی گوشی های هندزفری داریم که همون 2 تا میکروفون فعال هر گوششه. یه دونش اینجاست، یه دونش هم اینجاست. حالا دقیق بهتون نشون بدم. سریاش هم که کاملا قابل تعویضن. این الان گوش راسته، اینم مگنتای شارژشه. سریش هم اینجوری میکشید بیرون و عوضش میکنید. درایو موزیکش 10 میلیمتریه، توریش فلزیه. خیلی راحت میتونین با یه بروز تمیزش بکنین اگر کثیف شد. اینم من بزنم سر جاش و خیلی راحت توی گوش نیا میشه. مزیت این گوش لوبیایی ها رو حالا بعد تو ادامه ویدیو بهتون میگم. چراغ ایندیکیتور با باز و بسته کردن درب خاموش روشن نمیشه، چون هندزفری ها با باز و بسته کردن درب توی این هندزفری خاموش روشن نمیشن و شما حتما باید هندزفری ها رو از گوش از کیس در بیارید که گوشیتون پیداش بکنه. داخل کیس پیدا نمیشن، چون ممکنه خیلی از خانم‌ها این در یادشون بره ببندن یا نصفه ببندن، از شارژ هندزفری مصرف میشه. اما با قرار دادن گوشیات داخل کیس، اگر حالا بتونم تو دستم لیز نخوره، این مال این بریه،
اینجوری چراغ ایندیکیتور روشن میشه و میزان شارژ اون گوشیه رو با چراغ سفید یا قرمز بهتون نشون میده. هر بار که گوشی‌ها رو می‌ذاری این روشن و خاموش میشه. اینم از این. پس با باز موندن در هندزفری شارژشون تموم نمیشه. زمانی هندزفری ها روشن میشن که شما از کیس درشون بیارین. این الان روشنه. اینم از این. چیزی دیگه در مورد طراحیش نمیمونه بگم. لولای تقریبا سفت و قرص و محکم، اینجوری نیست که وسط تابش و اینجا لق بخوره. چیز اوکی و جونداریه. طراحش هم که فوق العاده خوشگله. تو جمعای زنونه یا هر جا که هندزفریتون رو در بیارین قطعا چشما رو به خودش خیره میکنه. بریم ادامه بحث رو ببینیم. خب مزیت هندزفری های لوبیای شکل یا ایرپادهای لوبیای شکل به این صورت چیه و چرا برای خانوما اینا رو پیشنهاد میکنیم؟ هندزفری های لوبیای شکل تو گوش همه سایز آدمی جا میشه و اگر یه نفر گوشش کوچیک باشه، لاله گوشش یا بزرگ باشه، هر جور باشه، لوبیای تنها هندزفریه که تو همه گوشا جا میشه و خب معمولا برای خانوما لاله گوش کوچیک‌تره، اینا استفادهش براشون راحت تر. یکی دیگه از مزیتاش که حالا اون شرکته اصلا به این قضیه دقت نکرده ولی من بهتون میگم اینه که تو کشورهای آسیایی مثل ما که همه حجاب دارن و شال و روسری استفاده میکنن، شال و روسری هندزفری لوبیای شکل از گوشتون در نمیاره. اگر هندزفریتون پایدار یا عصایی باشه به اصطلاح از تو گوشتون در میاد و من میکروفونم تنظیم نکردم تو دید مستقیم شما و اگر شال و روسری بهش گیر بکنه هندزفریتون از گوشتون در میاد، بعضا متوجه نمیشن و خب دیگه رفته دیگه، گوشی که افتاده گم شده هیچی. ولی هندزفری لوبیای شکل تو گوش کیپ میشه، هرچی هم شال و روسری رو کیپ بپوشین یا از رو سرتون هی لیز بخوره کاری به هندزفریتون نداره. سطح تاچ بیشتری داره به نسبت هندزفریای عصایی و هر جای هندزفری رو تاچ بکنین به صورت تاچ مجازی هم مثلا اون داخل گوشتون یه پرامپتون یه بوق ریز میزنه، متوجه میشین که دارین تاچ میکنین. هر جای گوشی رو تاچ بکنین عملگرا رو براتون انجام میده. موزیک رو پلی و پاوز میکنین، موزیک قبل، موزیک بعد، ولومو کم و زیاد میکنه و اکتیو نویز کنسلینگ رو خاموش روشن میکنه که بسته به آپشنایی که تو اپلیکیشنش هست میتونین براش تعریف بکنین. موزیکشو من تست کردم، 3 باند اکولایزر موزیک فوق العاده قوی بهتون میده. انکر همیشه تو بیس قوی بوده، مخصوصا 3 باند اکولایزریاش. این هندزفری هم از اون قضیه مستثنا نیست. بیس فوق العاده نرم، موزیک شفاف، لذت بخش. تو محیط مترو، تاکسی، ماشینتون میخواین موزیک گوش کنین یا حالا تو طبیعت و گردش هستین میخواین کتاب صوتی گوش بدین یا پادکست، همه کارا رو جمعاً براتون در میاره. اپلیکیشن ساوندکور رو هم که ساپورت میکنه، در ادامه ویدیو آپشناشو بهتون نشون میدم که اونجا میتونید اکولایزر رو تنظیم بکنید، ANC رو خاموش روشن بکنید و از اکولایزرهای پیش‌فرضش استفاده بکنید. یه قابلیت 3D ساوند هم داره که ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. خب بریم مکالمه‌ش هم براتون تست بکنم. متوجه میشید که شخصی که پشت تلفن صدای شما رو داره میشنوه چه جوری میشنوه، شفاف خوبه یا نه. تا اینجا یه ویدیو که صدای من رو از میکروفونم شنیدید. بریم روی هندزفری انکر ACI. خب از اینجا به بعد دارید صدای من رو از میکروفونای ایرپاد انکر ACI طرح روژلب میشنوید و امیدوارم که این صدا اونقدر شفاف باشه که شخصی که پشت تلفن صدای شما رو متوجه بشه. ACI در هر گوشش 2 میکروفون فعال داره که این 2 میکروفون به وسیله هوش مصنوعی صدای شما رو آنالیز میکنن، میفرستن اون ور خط. هوش مصنوعی همیشه باعث میشه صدای شما درصدی رباتیک بشه، اما شخصی که پشت تلفن متوجهش بشه و نویزهای اطراف روش تاثیر نذاره. خب همونطور که شنیدید صدای هندزفری لوبیای شکل با هندزفری عصایی کلا متفاوته. هندزفری عصایی چون میکروفونش به دهن نزدیکتره صدا رو یه مقدار شفافتر و بمتر ضبط میکنه. هندزفری لوبیای شکل چون میکروفونش رو بیرون هست این گرفتن صدا از دهن یه خورده براش مشکله. این طراحی تو هندزفری سامسونگ هم هست. تو هندزفری سامسونگ هم باز شما صدا رو به همین شکل میشنوید و مثل هندزفری عصایی یا مثلا هندزفری خاصی از برند هواوی که صدا رو از لرزش فک میگیرن نیستن. کلا همینجوری صدا رو ضبط میکنن، قابل شنیدن، قابل فهم، پشت تلفن صداتون رو متوجه میشن، اما جنس صدا کلا متفاوته. حالا این که از AI هم استفاده میکنه، رباتیکش میکنه، بی تاثیر نیست. قابل قبوله تو مکانهای خلوت، اتاق، خونه، مثلا پای کار، پای میز و اینکه نخواین برین جای خیلی شلوغ. تو مترو و تاکسی هم تا حدی، ولی دیگه تو خیابون شلوغ یا مثلا حالا جای صنعتی که خانمان نمیخوان کار بکنن اوکیه. جوابشون رو تو میتونم بگم 70%
جاهایی که میخوان برن و رفت آمد بکنن میده، از لحاظ میکروفون و مکالمه خیالتون راحت باشه. اینم از این. بریم آخر ویدیو اپلیکیشنش هم بهتون توضیح بدم، آپشنای تکمیلیشو بگم و خودتون جمع بندی کنین ببینید این هندزفری تو رنج قیمت 2 میلیون تومان ارزش خرید داره یا نه. همین جای ویدیو برام کامنت بذارید که تا این جای کار از یه هندزفری با طرح رژ لب خوشتون اومده یا نه. انکر AC آیو بررسی کردم براتون، میخوایم بریم سراغ آپشنای اپلیکیشنش. اپلیکیشنی که این هندزفری ساپورت میکنه مثل بقیه هندزفری های انکر همون ساوند کور هست که هم برای گوشی های آیفون هم برای گوشی های اندروید موجوده، میتونید دانلودش بکنید و استفاده کنید. این از این. من هندزفری رو کانکت بکنم. AC آی رو قبلا اینجا وارد کردم. ببینیدش AC آی درصد گوش چپ و راست رو بهتون نشون میده. چون که کیس شارژ این هندزفری چیپست نداره، درصد شارژ کیس رو شما متوجه نمیشید. گوش چپ 100%، گوش راست 100%. یه شمایی از هندزفری رو بهتون نشون میده. تو مرحله بعدی اکتیو نویز کنسلینگ رو میتونید روی 3 حالت ANC روشن، نورمال و ترانسپرنسی روشن قرار بدین. نورمال که مثل یه هندزفری معمولیه، ANC روشن صداهای اضافی اطراف رو براتون حذف میکنه که میتونید روی 3 حالت ادپتیو، یعنی بسته به شلوغی محیط، حالت منوال یا دستی که بین عدد 1 تا 5 جابجا میشه و حالت مولتی سنس ANC که به صورت هوشمند خودتون میگین الان توی مکان سربسته هستین، بیرون هستین یا در حال رفت آمد با وسایل نقلیه عمومی. این رو تنظیم بکنید. وین نویز ریداکشن رو میتونید خاموش روشن بکنید که صدای باد رو براتون حذف بکنه. در حالت نورمال آپشن خاصی نداریم. در حالت ترانسپرنسی فقط وین نویز ریداکشن رو داریم که صدای باد رو براتون حذف بکنه. توی حالت ترانسپرنسی صدای بیرون رو از میکروفون میکشه داخل، از هدفون میده توی گوشتون که به اطراف اشراف داشته باشید. اینم از این 3 حالت. گزینه بعدی ساوند افکت. میتونید 3D سراوند ساوند رو روشن بکنید. برای فیلم دیدن جذاب، صدا 3 بعدی میشه، ولی برای موزیک گوش دادن خیلی جالب نیست. بیس موزیک رو به شدت کاهش میده، اما صدای خواننده رو بهتون نزدیک میکنه. اکولایزرش هم که اگر روی حالت دیفالت باشه، بین 20 حالت معروف انکر میتونید جابجاش بکنید. اگر هم که روی حالت کاستوم بذاریدش، میتونید به صورت دستی، اینجا من کاستوم میذارم، به صورت دستی میتونید اکولایزر رو تنظیم بکنید که 8 باند اکولایزر مجازی توی اپلیکیشن داره، ولی در اصل این هندزفری 3 باند اکولایزر موزیک رو براتون به ارمغان میاره. اکولایزر شخصیتون هم که اینجا سیو میکنید. اینم از این. میریم تو قسمت کنترل. اینجا تاچ هندزفری یا همین این قسمت پشتی رو میتونید تنظیم بکنید که اگر من 1 بار بزنم چه اتفاق بیفته، 2 بار، 3 بار بگیرمش و برای زمانی که در حال تماسم. این مال گوشه، حالا اینم گیر کرد، این مال گوشه چپ بود، مال گوشه راست هم میتونید تنظیم بکنید. این تنظیماتی که انجام دادین تو قسمت ستینگ اپلیکیشن هم یه سری تنظیمات داریم. اینجا میتونید فیت تست رو انجام بدید. فیت تست رو که من میزنم، هندزفری ها رو میگه بذار توی گوشت، فیت تست رو بزن، ایربادز این پوزیشن رو بزن و بهت میگیم که چند دسیبل صدا به هر گوشت قراره برسه و آیا هندزفری با این سری سیلیکونی که انتخاب کردی براش توی گوشت فیت شده یا نه. این فیت تست رو انجام بدید، بعد ANC رو روشن بکنید که متوجه تغییرش بشید. اکثر خانوما باید این هندزفری سری سیلیکونیشو بردارن و از سری سیلیکونی سایز اسمال استفاده بکنن. اگر فیت تست بهتون خطا داد، اگرم خطا نداد که خوبه، همون سایزی که روشه اوکیه، میتونید استفاده کنید. اینجا هم که برمیگردیم، گزینه بعدی پرامپتونه که توی گوشتون موقعی که شارژ هندزفری تموم میشه بوق بزنه یا نزنه، موقعی تاچ رو میزنید بوق بزنه یا نزنه، همون تاچ مجازیش هم هست. دوال کانکشن رو میتونید روشن خاموش کنید که به 2 تا موبایل کانکت میشه. اگر این براتون آپشن محسوب میشه و 2 تا موبایل دارید، گزینه فوق العاده کاربردیه. آتو پاور آف که اگر هندزفری ها رو از گوشتون درآوردین و یادتون رفت توی کیس بذاریدش، چند دقیقه بعد خودشون خاموش بشن. و فایند دیوایس که یه صدایی از هندزفری ها پخش میشه و شما گوشی ها رو پیدا میکنید. یه همچین صدایی الان از این داره پخش میشه. اینم از این. و در قسمت بعدی فقط اسمش هست و این که میتونید آپدیتش بکنید و سریال نامبر دستگاه. آپشن دیگه ای نداره این اپلیکیشن، ولی به نسبت قیمتش تکمیل بود. همین که تو رنج قیمت 2 میلیون مثل بقیه رقباش ANC رو ساپورت میکنه، واقعا گزینه جذابیه.
حالا شما تو کامنت ها به من بگین با همه این تفاصیل و توضیحاتی که دادم، موزیکش، میکروفونش و آپشن‌های اپلیکیشنش و این طراحی جذاب و باحالش، سمت این هندزفری تو رنج قیمت 2 میلیون تومان میرید یا نه؟